نگاه کن ببین ما رو با کی انداختن. جن از کنار این رد بشه میگه بسم الله این دیگه کیه. اونطوری بربر نمیخواد نگاه کنی. یه مقدمه برو معرفی کن برنامه رو شروع کنی. همین لحظه طلوع و لحظه غروب یک انرژی در کائنات و در فضا وجود داره که اگر شما بخوای بیدار شی و بخوابی خیلی سرحالتر، بانشادتر، طول عمر بیشتر، اینکه امروز بگیم چقدر عمرمون کم شد. و در دل طبیعت هم که دیگه فبل مراد دیگه، طبیعت زیبا و نفس عمیقی که ریه‌ها پر میشه از هوای سالم در کنار جنگل و دریا و رودخانه و طبیعت و نسیم ملایمی که بزن رو ترمز بابا. تو هم که تو چرت و پرت گفتن فوق سنگینی برای خودت. یه مقدمه دیگه بگو درست حسابی که برسه به معرفی. آفتاب با همه قدرتش بر دریاها و اقیانوس‌ها میتابه، اونو تبخیر میکنه، به صورت ابر در میاد، باد به فرمان خدا به حرکت در میاد، این ابر رو میاره اونجایی که باید بیاره، هوا رو سرد میکنه، این ابر به صورت باران در میاد و آبیاری میشه. جنگل ها و مراتع که سرسبز و زیبا. تو که تو استارت چپ کردی. مگه قرار نبود بری یاد بگیری باید چجوری معرفی میکنن؟ 100 بار برنامه مجری خودم رو تماشا کردی یاد نگرفتی چطوری معرفی کنی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهموندن که مشنگه رو بردن سیرک تماشا بکنه. یکی اومد دهن تمساح رو باز کرد، کله‌شو کرد تو دهن تمساح، 5 دقیقه تموم نگه داشت، آورد بیرون. گفت کی میتونه این کارو بکنه؟ مشنگه گفت من فکر کنم بتونم، فقط میترسم دهنم انقدر باز نشه. حالا این بچه آدم معرفی مهمون گرانقدر برنامه رو بکن میرم. همون داستان 18 چرخ و بار میلگرد و گردنهای هراز و از این حرفا رو. و اما نکته که من می‌خواستم بگم آقای دکتر، من جاده هراز رو که نفتش بردین بیاید این سوی جاده، اگر از اون ور بتونیم برین که روبرو منظر این ور رو ببینین که شاهکاره. یعنی یک کوبیسمی رو خواهید دید از آشغال‌ها، یک تابلوی نقاشی عجق و عجق کثیف از تمام آلودگی ها و همای آشغال. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن خدا آدمو درازگوش بکنه، گرفتار درازگوش نکنه. لازم نکرده بریم تا جاده هراز کوبیسم تماشا کنیم، کوبیسم و آشغالا رو. ما که فعلا جلو چشممون یه کوبیسم و آشغال داریم که موندیم چه کارش بکنیم. میدونی آدم طوری میبینه حالش چی میشه؟ حالش بد میشه. آره. حالا یه تایم بود بگی نمیخواد معرفی بکنی، این دفعه رو بی معرفی میریم. میگه صلاح مملکت خیش خسروان دارن، خودشون میدونن که چه باید بکنن. ما به هر حال بیننده ایم و تماشا. برو سر بحث 5 علاوه 1. اصلا چی میشه؟ تو ساکت میشینی، من خودم برنامه رو بچرخونم. بشین همینجا تو با زبون نگاهت صحبت بکن. البته خود همینم فهم و شعور میخواد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که دوست مشنگه بهش گفت تو چشام نگاه بکن، ببین نگاه هم داره باهات صحبت میکنه. مشنگه گفت پس انقدر پلک نزن صدات قطع و وصل میشه. روشن شد؟ معلومه که نشد. اگه میزدن پشتت چی میشد؟ با همون دلمون رو خوش میکردیم، میسوختی. لامپی که ظرفیتشو نداره اگه برق 3 فاز بهش وصل بکنی ممکنه معکوس بده، خدا نکنه. آره، ولی نمیخواد اینطوری با احساسات خودت بازی کنی. 2-0 میبازی آبرود میره. اما برگردیم 5 به اضافه 1. این جلیلی مشنگ موجی رو هر چی توجیه کردم شعورش نرسید که نرسید. آخرش نفهمید که بابا مذاکره کردن با قرار گذاشتن فرق میکنه. قرار میذارن که مذاکره کنن، مذاکره نمیکنن که قرار بذارن که. ولی آخرش هم نفهمید. به خاطر همینم تو صحنه بین المللی استراتژی همیشه چه کار میکنه؟ کمک کردن کاری نمیکنه، داره تخریب میکنه، داره بین میبره. آدمو پشیمون کار میکنه که اینو برداشتیم بردیم تو مذاکره مصرف کردیم. چرا اولا همیشه بدترین ها رو ما مصرف میکنیم؟ نه همچین میگی انگار آدم ریخته ما رفتیم سراغ یکی. خب نداریم دیگه. یه نگاهی به وضعیت خودت بکن، تو رو چرا مصرف میکنی؟ اونم همینطور. آقای دکتر محترم دانشگاه که فرمایشتون روی سر من، چگونه میتونیم نقشمون رو مثبت کنیم؟ هیچی، از باتری ماشین یاد بگیر که حداقل یه قطب مثبت داره، ولی تو هیچ مثبتی توت پیدا نمیشه. باید یه فکری بکنیم برای خودمون. دوربینو بردار بیار رو من، دوربینو بیار رو من، بذار برای خودش در جا کار کنه. ببینید این قرار بود 3 تا کار تو این زندگیش انجام بده. یکی منو معرفی کنه، یکی در مورد 5 به اضافه 1 یه سوال درست حسابی بکنه که من بتونم حرفایی رو که میخوام بزنم. یکی هم در مورد سفر مالکی به ایران سوال نکنه. اون دوتا رو که نتونست،
این یکی رو هم که اصلا نوبتش نشد که خراب کنه، وگرنه حتما خرابکاری میکرد. برنامه رو درس بگیریم، زودتر پاشیم بریم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که از همه دیرتر برو سر سفره، از همه هم زودتر بلند شو تا زحمت چیدن و جمع کردن سفره بیفته گردن بقیه. ما پا میشیم میریم، عزت زیاد.